ولسوالی پنجاب. ولسوالی پنجاب یا مرکز دایزنگی یکی از مهمترین واحدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هزارستان می باشد که در گذشته تا دوره محمد ظاهرشاه و صدارت اعظمی داود خان به نام حکومت کلان دایزنگی یاد می گردید. این شهرستان در گذشته مرکز علم و فرهنگ تلقی می شد، طوری که شخصیت‌های مهم و برجسته هزارستان در این مکان آموزش دوره لیسه و یا حداقل متوسطه خود را سپری نموده است. شخصیت‌های مهم همانند دکتر امیرشاه حسنیار، محمد اکبرخان نرگس و خیلی از کسان دیگر جزو مفاخر این شهرستان می باشند. اما پس از تحولات سیاسی اخیر به مرور زمان به خاطر تنش‌های سیاسی و عدم توجه حکومت مرکزی از توسعه و انکشاف باز ماند و کمتر مورد توجه قرار گرفتند. این شهرستان به خاطر داشتن طبیعت بسیار زیبا و بکر در فصل بهار جای کاملا دیدنی است، طوری که قرار بود سازمان یونسکو این ولسوالی را به عنوان طبیعت بکر به رسمیت بشناسند. کوههای سرسبز و به فلک کشیده، رودهای زلال و دشتهای سرسبز همراه با هوای بسیار دلنشین از مزیت‌های این شهرستان است.